چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. شعله گلخوجه هستم. سلام. موضوع برای امروز 6 اوگوست. روسی متهم در حمله مهاجری توجیک بیش از 10 سال را در زندان میگذراند، ولی یک چشم سلیمان سعیدов را دیگر کسی برقرار کرده نمیتواند. خدمات گمرکی تاجیکستان تقدیر ماشین‌های کهنه را که تا 15 فوریه امسال به کشور وارد شدند حل کرد. و معاش پست کارگران را میگریزاند. صدها مرد قابل محنت و کسب و کار مختلف همانا در مردکار بازارها کار میجویند. همه نمود هنر را دارند. سیاچکا میکنن، کافر میزنند، شکاتور میکنن، چاپانی میکنن، بسیار چاپان میکنن. دادگاه حکمی در شهر مسکو مردی را که به مهاجر توجیک حمله کرده بود به 10 سال 3 ماه زندان حکم نمود. سرگئی цараев 61 ساله 2 سال پیش در داخل متروی مسکو به سوی سلیمان سعیدов تیرخوری کرد. در نتیجه سعیدов از یک چشمش محروم شد. حکم цараев 2 روز پیش اعلان گردید. دادگاه گفت که این مرد حمله را در حالت مستی انجام داده است. هرچند حامیان حقوق میگویند که حمله به سلیمان سعیدov در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به ملت غیر صورت گرفته است، اما او تنها به قصد کشتار متهم می شود. حمله به سلیمان سعیدov در بهار سال گذشته دیگر باره بحث درباره بیگانه ستیزی در روسیه را برانگیخته بود. رو میریم به موضوع دیگر. صبح امروز 10 مسافر امکان داشتند مستقیما از فرودگاه دوشنبه به بخارا پرواز کنند. نخستین پرواز طریق این مسیر را بعد بیش از 12 سال تنفس شرکت سامان ایر بر راه مانده است. مقامات هوانوردی تاجیکستان گفتند به زودی پروازها بین شهرهای بخترکلو و ازبکستان نیز عملی می شوند. شادمانی یتیم در فرودگاه بود و این گزارش را تهیه کرد. Узбекистан, из Бухары. Вот мы здесь в гостях были. Дилфуза Ҳикматова 2 ҳафта қабл бо 3 фарзанди хурдсолаш барои аёдати падараш ба Душанбе омада ҳамакнун бо ҳавопаймо ба Бухоро меравад. Мегӯяд омаду рафт бо мошин тӯли солҳои ахир барояш душвор буд. Я очень рада, что открылся рейс такой открылся. خیلی خرسندم که چنین خط سیر هوایی باز شد. خیلی قولای است. خصوصا با کودکان. با هواپیما به بخارا میرویم. آرزو میکنم چنین دوستی ادامه کند. Так замечательно все было. Вообще очень хорошо, что открылся такой рейс. Мы очень довольны. муборак хоҷаева бо чиптаи тӯҳфа кардаи духтараш ба бухоро парвоз мекунад, вале намедонад дар зодгоҳаш кӣ вайро пешвоз мегирад, зеро тӯли тақрибан 20 соли ахир ба аёдати наздиконаш нарафтааст. И вот мы с мужем решили, первым рейсом нам дочка сделала подарок. نمیدانم کی مرا پیشواز میگیرد، زیرا در این 20 سال خویشاوندان زیادی من ففتیدند، ولی من نمیتوانستم به مراسم جنازه اشان بروم. اکنون که شرایط فراهم شد، خویشاوندان زنده مانده ام را میبینم و چند هفته مهمان بخارا میشوم. Увидим там уже. شرکت سامان ایر امروز نخستین پرواز هواپیما در مسیر دوشنبه بخارا را انجام داد که نرخ بلیط برای یک مسافر 485 سامانی می باشد. بعد از توقف 26 ساله همکنون این سومین خطسیر هوایی میان دو کشور است که دوباره برقرار می شود. این پرواز هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی و از همه مهم از لحاظ سیاسی به نهایت مهم است. و امسال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است. برای جلب نمودن بازم سیاحان جمهوری همسایه دوست و برادر ما با کشور ما سهم گذارد. برقرار شدن خطسیر هوایی میان دوشنبه بخارا در حالی است که هفته گذشته شرکت تاجیک ایر نخستین پرواز هواپیما میان دوشنبه و شهر سمرقند را از سر گرفت. سامان ایر نیز هفته قبل پروازها به شهر تاشکند را شروع کرد. مقامات میگویند در نظر است از روی توافق میان دو کشور پروازها از شهرهای کلاب و باختر هم به شهرهای ازبکستان فعال شوند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. خدمات گمرکی تاجیکستان ماشین‌های کهنه را که تا 15 فوریه امسال به کشور آوردند اجازه ورود داده است. این تصمیم امروز ضمن یک مجلس با شرکت رئیس خدمات گمرک گرفته شده است. شروع از نیمه ماه فوریه واردات ماشین‌های 3 سالشان تا سال 2005 به تاجیکستان منع گردید. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و تفصیلات را از او می‌پرسم.
عبدالله سلام. حکومت واردات ماشین‌های کهنه را منع کرد. این تصمیم توسط رسانه‌ها اعلام شده بود. اما چرا یک مقدار ماشین‌ها در گذرگاه‌های گمرکی درماندند؟ سلام شهلا. مشکل از آنجا سر زد که اعلان منع واردات ماشین‌های کهنه تا به اجرا درآمدن همگی 2 هفته فرصت بود و از این رو بسیاری از تاجران ماشین زمان از آن آگاهی پیدا کردند که ماشین‌های خریدهشان از اروپا در راه به تاجیکستان قرار داشت. این است که بیش از 1300 ماشین استحصالشان تا سال 2005 در ایستگاه گمرکی شهر بوستان ولایت سوخت همینک 5 ماه باز درماندند. در این میان ماشین های هم بودند که تا 15 فوریه وارد شدند، اما صاحبان برای به رسمیت گمرکی در آوردن ماشین ها فرصت نیافتند و در نتیجه ماشین های آنها هم درمانده بود. اینک خدمات اجازه داده است همین ماشین هایی که تا 15 فوریه به گذرگاه گمرکی کشور آمده بودند به قلمرو جمهوری وارد شوند. اما تقدیر آنهای ماشین هایشان که بعد 15 فوریه آمد چی می شود؟ من عین این سوال را از مسئولان ریاستی به تنظیم دراری تعرفی و گمرکی خدمات گمرک تاجیکستان پرسیدم. یک مسئول این ریاست گفت که خدمات چند مرتبه به عنوان دستگاه اجرایی پرزیدنت مکتوب نوشته درخواست کرده بود که به طور استثنا واردات همین ماشین ها را اجازه دهند، اما اجازه نشد. این مسئول خدمات گمرکی تاجیکستان گفت مالکان ماشین هایی که در ایستگاه گمرکی هستند می توانند به کشورهای دیگر صادرات و یا به اصطلاح ری اکسپورت کنند. آیا به کشورهای دیگر صادر کردن این ماشین های کهنه امکان دارد و مگر در چنین حالت تاجران زیان نمیبینند؟ واقعا هم شهلا تاجران تاجیک میگویند امکانی ری اکسپورت و یا به کشورهای دیگر صادر کردن این ماشین ها خیلی محدود است و خرجی زیادی در پی دارد. تاجران ماشین که با ما هم صحبت شدند میگویند تنها برای تو به تاجیکستان آوردن هر یک ماشین $1000 خرج کردند و اگر باز همین مقدار پول خرج کرده آن را به خارج برند خراجاتشان نهایت زیاد می شود و با این نرخ کسی این ماشین ها را نمیخرد. بر علاوه تاجران میگویند مثلا ازبکستان همسایه کشور تاجیکستان واردات ماشین های خارجی را نمیگذارد و در بازارهای کشورهای دیگری همسایه نیز فروختن این ماشین ها غیر امکان به نظر می رسد. برخی از تاجران میگویند این تصمیم حکومت میتواند آنها را کساد کند. در این ضمن بنابر معلومات خدمات گمرک سال گذشته به تاجیکستان با مبلغ $216 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است. و طبعا ما هم میدونیم این ماشین ها اساساً دستی دوم بودند. تشکر عبدالله برای صحبت. ما برنامه خبری را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان میزان بیکاری همانا در سطح بالا باقی میماند. نزدیک 1 میلیون نفر از ساکنان قابل مهنت ناچار به مهاجرت مهنتی رو میآورند و صدها هزار دیگر تلاش پیدا کردن کار در وطن را دارند. سالهاست بازار مردی کارها در چند گوشه کشور از جویندگان کار کم نمی شود. اخیراً مسئولین گفتند برای کمک به مردی کارها طرحی را روی دست گرفتند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. هر صبح در بازار مردیکارها ده ها مردان سن و سال مختلف جمع می شوند. بعضی آنها معلومات عالی دارند. معاش کم کار در کارخانه های دولتی را برای این نفران به اهمیت کرده است. شرکت های خرد نیز پیشنهاد قابل ملاحظه ندارند. مردمی در جستجوی کار می گویند معاشی که در چنین کارخانه ها می دهند برابر پول است که آنها در 2 روز در بازار مردیکارها پیدا می کنند. همه نمودی هنر را دارند. سیاچکا میکنن، کافر میزنن، شکاتور میکنن، چاپانی میکنن، بسیار چاپا میکنن. بازی با کمکی 300 تیجه باشه اگر 300 از سلطان کبیره، 300 در 80 300 در گیفرازیم همه مردی کاره. من بسیار 600 سوم میگم را پولیش کنم برو ما بخرمش. ما گودک مکتب میره، کتاب میگه، دفتر میگه، روچکا میگه. برو ما چیکارش کنم؟ برای مجبورم در همین جا اومدم میسودم خیلی روزش میشه که زندگی من میگم روز میشه نمیو. در وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان هم اعتراف میکنند که حجم معاش در کشور زیاد نیست. از این خاطر بیشتری جایهای کاری داوطلب ندارند. آنها به ما مراجعت و در یارمارکه ها هم شرکت میکنند. فعلا معاشی که از سوی کاردهندگان پیشنهاد می شود آنها را قانع نمی کند. برای همین هم آنها به مردی کار بازار رو می آورند. یگانه کمکی که حالا از دستشان می آید بهتر کردن شرایط کار
برای مردیکارهاست. طرحی را که ما آماده کرده ایم در نظر میگیرد که همه این معلومات در مخزن یگانه گرد آورده می شود. یعنی هر مردیکار ثبت نام می شود، سراغه خود را می گذارد، برای او عادی ترین شرایط فراهم آورده می شود. مثلا جای مخصوص نشست که او همانجا منتظر گرفتن فرمایش کاردهنده می شود. اما خودی مردیکاران چنین چاره ها را برای بهبود وضعیتشان کافی نمی دانند. آنها میگویند به خوابگاه های ارزان نیاز دارند. بیشتر این مردم از دهات دوردست به پایتخت می آیند. обслужит خواب می روند 560 сомон 500 сум метан ягон шароит надора обслужит амёда як шароит муайян кунанд як хобгоҳ арзонтар шавад. در تاجیکستان فهرست کارخانه های صنعتی تهیه شده است که باید سالهای نزدیک در منطقه های اهالی نشین بنیاد یابند. با باور مقامات این طرح می تواند جایهای کاری بیشتری را فراهم سازد. اما تحلیلگران بر اینند که چنین تشبث با کم کردن میزان بیکاری تأثیری چندانی نخواهد داشت. مقامات اندازی تاجیکستان میگویند با راه اندازی پرداخت الکترونی مبلغ کار اندازه‌سپارنده ها را آسان نمودند. نظام نو صرف وقت و هم خرج‌های الوگی را کمتر میکرده است. هرچند تاجران تاجیک از راه اندازی شیوه جدید راضی‌اند ولی میگویند مشکلات آنها اساساً از بلندی انداز سرچشمه میگیرد. گزارش نوبتی ما در همین باره است. همه حسابات الکترونیک گذاشتن این نقد است. بسیار کم آسان‌تر شده است میگه شود. خودم سپاریدم یک دو ماه است که از همین حساب استفاده بردیم. الکی یاد گرفتیم برای ما این بسیار آسان نسبت پیشتر. عبدالغفور شرکو که تجارت خود دارد میگوید هنگام پرداخت عنعنوی انداز در برابر صرف شدن وقت زیاد مبلغ‌های الوگی هم خرج میشد. در یکی از بازارها با فروش محصولات قنادی مشغول است. اکنون 2 ماه است در پس رفزنه ناظرات انداز نوبت نمی پاید. در تاجیکستان از اول سال جاری پرداخت های الکترونی مبلغ اندازها شروع شده است ولی به گفته مقامات این نهاد اندازسپارندگان تا حال به درستی نمی توانند از این خدمت رسانی استفاده کنند. در مرکز قبول زنگ های کمیته انداز تاجیکستان گفتند که همه روزه از اندازسپارنده های کشور برایشان صدها زنگ و درخواست های الکترونی وارد می شود که اساساً به مشکل پرداخت اندازها مربوط است. اندازپرنده میتواند به تشریف آورده مقامات انداز ثبات الکترونیک پیشنهاد کند، لیکن با سبب که همون استفاده همون را نمیدوند بسیار زنگ‌ها همون آخر مهلت پیشنهاد ثبات پیش بینی شده زنگ میزنند میگن که ما را ترتیب پیشنهاد ثبات اندازه با ما کمی باشند معلوماتی. مسئولان کمیته انداز در نشست مطبوعاتی 3 اوگوست گفتند که در نیم سال گذشته تعداد اندازسپارنده هایی که مثل عبدالغفار توسط اینترنت حسابات خود را به این کمیته پیشنهاد میکنند افزایش یافته به 70,000 رسیده است. زیاد که 3195 عدد مراجعات اوید ترتیب به طور الکترونی پیشنهاد نمودن اعلامیه حسابات انداز میباشد. البته در یک دوره اول با مشکلی نافهمی پیدا میشه برای که ملکه کاری ندارند. حتی همون اندازه‌پرنده بعضیش وقتی که ما پس که به شکل الکترونیک ملکه کاری درست با کامپیوتر ندارند. این نظام همچنین سوء استفاده از مقام در بین کارمندان کمیته انداز را کمتر میکرده است. بسیاری از صاحبکاران شکایت میکنند که بعضی کارمندان کمیته از آنها هنگام حسابدهی و یا تفتیش پول طمع میکنند. با گفته اقتصاددانها نظام پرداخت الکترونی هم پیش راه فسادکاری را میگیرد و هم مواردهایی را که مبلغ تا به خزینه دولت نمیرفت پیشگیری میکند. هرچند مقامات شیوه پرداخت را آسان کرده است ولی همه ساله صدها صاحبکار و کارخانه با سبب گرانی انداز فعالیت خود را قطع میکنند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. انداز در بحث دادگاهی با شرکت موبیلی بیلند پیروز شد. دعوای انداز با این شرکت موبیلی از آغاز سال روان بر سر جریمه بندی نادرستی ادامه داشت. اکنون دادگاه عالی اقتصادی هم کمیته انداز را حق برآورد. سال گذشته این کمیته در پی یک سنجی شرکت بیلند را در حجم 51 میلیون و 144 هزار سومانی جریمه بست. در ضمن کارشناسان میگن بخش مخابرات که زمان سردرآمد و اندازه‌سپارنده اول بودجه دولتی بود به حالت تنزل آورده شده است، اما با امید که زندگی شما آری از مشکلات باشد برنامه امروز را انجام میدیم و تنها بعد 24 ساعت دیگر با شما در همین استودیو وا میخوریم. تا اون دم خدا نگهداری حرکت شما.